به این قسمت خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از قدرتمندترین نقشه‌های موفقیت در تاریخ رو باز کنیم. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید از ناپل اون هیل. کتابی که زندگی میلیون‌ها نفر رو تغییر داد و اگر اجازه بدی میتونه زندگی تو رو هم متحول کنه. پس صندلیت رو تنظیم کن، نفسی عمیق بکش، چون چیزی که میشنوی فقط یه خلاصه نیست. این یک زنگ بیدار باشه. مورد اول، اشتیاق. جرقه‌ای که همه چیز رو روشن میکنه. هر موفقیتی از یک نقطه شروع میشه، یک خواستن واقعی. هیل میگه اشتیاق باید اونقدر قوی باشه که هیچ چیز، نه ترس، نه شکست، نه نظر دیگرون نتونه خاموشش کنه. رویاهایت را بنویس، برای آن زمان تعیین کن، برنامه بریز و هر روز تکرارش کن. اشتیاق موتور محرک توست. بدون اون هیچ چیز حرکت نمیکنه. مورد دوم، ایمان. باور قبل از دیدن. برای رسیدن به چیزی که هنوز نداری باید قبل از دیدنش ایمان داشته باشی. ایمان یعنی وضعیت فعلیت رو نادیده بگیری و روی پیروزی آینده تمرکز کنی. هدفت رو تجسم کن، حسش کن، قبل از رخ دادن در ذهن تجربهش کن. اون چه باور میکنی به همون تبدیل میشی. 3. تلقین ذهنی. تغذیه ذهنی که سرنوشتت رو میسازه. ذهن تو همیشه گوش میده، پس با اون حرف بزن. به خودت بگو قوی هستی، به خودت بگو تواناییش رو داری، به خودت بگو موفقیت مال توه. افکاری که تکرار میکنی ناخودآگاهت رو برنامه ریزی میکنن و ناخودآگاهت زندگیت رو. مورد 4، دانش تخصصی. همون چیزی که تو رو غیر قابل توقف میکنه. لازم نیست همه چیزو بدونی، تنها کافیه یه مسیر رو عمیق یاد بگیری. حوزت رو پیدا کن، توی اون حرفه‌ای شو، اونقدر خوب که هیچ کس نتونه نادیدت بگیره. دانش قدرت توه و دانش به کار گرفته شده ثروت. مورد 5، تخیل. کارخونه ساخت آینده. هر موفقیتی ابتدا یک ایده بود. تخیل تو کارگاه رویاهای توه، جایی که آینده رو میسازی قبل از اینکه رخ بده. برنده ها قبل از رسیدن خودشون رو توی اون نقطه اوج میبینن. مورد 6، برنامه ریزی. رویا بدون برنامه فقط یک رویاه. هیل میگه فقط کسانی موفق میشن که ایده رو به حرکت تبدیل کنن. برنامه بنویس، تیم بساز، امتحان کن و اگر جواب نداد اصلاحش کن. وقتی برنامه شکست خورد این یعنی داری حرکت میکنی. هدفتو تغییر نده، برنامه رو تغییر بده. مورد 7، تصمیم گیری. متوقف کردن تردید. افراد موفق تصمیم‌های خودشون رو سریع و محکم میگیرن. افراد ناموفق شک میکنن، زمان تلف میکنن و عقب میمونن. راحت رو انتخاب کن، متعهد بمون. تردید قاتل موفقیته. مورد 8، پشتکار. همون چیزی که بیشتر مردم ندارن. اکثر افراد درست قبل از موفقیت جا میزنن، درست چند قدم مونده به نتیجه. تو یکی از اونا نباش. وقتی خسته شدی به دلیل شروع فکر کن. 1 ساعت بیشتر تلاش کن. یه بار دیگه امتحان کن. یه قدم دیگه بردار. پشتکار جاییه که معجزه رخ میده. مورد 9، نیروی جمعی. تنهایی ثروتمند نمیشی. خودت رو با افرادی احاطه کن که رویاهایت رو میفهمند، انرژی مثبت میدن، تو رو بالا میکشن. قدرت یک تیم خوب چند برابر قدرت تو تنهاه. محیطت سرنوشتت رو میسازه. هوشمندانه انتخاب کن. مورد 10، ذهن ناخودآگاه. شریک خاموش زندگی. ناخودآگاه تو فرمانده پنهان زندگیته. اگر افکار مثبت توی اون بکاری موفقیت طبیعی میشه. اگر ترس و شک واردش کنی خودت رو نابود میکنی. از ذهنت مراقبت کن، افکار مخرب رو حذف کن. ذهن تو میدان رشد توه. مورد 11، مغز. ایستگاه فرستنده و گیرنده موفقیت. به چیزی که فکر میکنی همونو جذب میکنی.
به ترس فکر کنی ترس میاد، به فرصت فکر کنی فرصت میاد. ذهن تو آهنرباه. مطمئن شو چیزی رو جذب میکنه که تو میخوای. مورد 12 حس ششم، ندای درونیت رو جدی بگیر. وقتی ذهن، عادتها و هدفت هماهنگ باشن، یه صدای درونی پیدا میکنی. الهامات، هشدارها، ایدهها، آگاهی‌های ناگهانی. اون صدایی که میگه الان وقتشه، این مسیر رو برو، این تماس رو بگیر. اگر بهش گوش بدی راهنماییت میکنه. پیام نهایی، پیام ناپل اون هیل ساده است ولی عمیق. افکارت آیندت رو میسازه، اقدامات سرنوشتت رو میسازه، پشتکارت موفقیتت رو تضمین میکنه. پس بزرگ فکر کن، باور محکم بساز، جسورانه حرکت کن. چون همون لحظه‌ای که ذهنت رو تغییر بدی، زندگی تغییر میکنه.